همه رو میریختم رو دایره. واقعا اتفاقای بدی میافتاد برای بعضی ها و شاید برنامه از من اسپویل میشد و خراب میشد و من تا همون لحظه که رفتم خیلی چیزهایی که میدونستم رو به کسی نگفتم. بعد از اینکه ما از برنامه خروج زدیم، خب من و فردین با هم خروج زدیم. داخل ماشین که راننده داشت ما رو به سمت هتلمون میبرد، فردین و من با هم صحبت کردیم و من خیلی خوشحال بودم و فردین از من معذرت خواهی کرد و گفت نازنین خانم برای من سوء تفاهم شده بود و اینا، حق با تو بود، تو راست میگفتی، تیم و تیم کشی بود و از من معذرت خواهی کرد. چرا؟ چون فردین هم تو تیم خودشون بود و به نفعشون تو زمین اونا بازی کرد، اما اونا از ایشون استفاده کردن و دور انداختنش. و اینکه با هم صحبت هایی کردیم و ایشون حق رو به من دادن و گفتن که آره تو راست میگفتی، حق با تو بود. و این رو هم دقت کنید، مهمونی که بعد از خروج ما از برنامه میاد باز هم جزو تیم کفدارها هست و این آقا هم از قبل خود برنامه این عده رو میشناسه و با هم هماهنگ هستن. مسئله بعدی که میخوام راجع بهش دقت کنید این هستش که رابطه روژان و جاوید که یه جا سرجیو گفت این دوتا همدیگه رو قبل نمیشناختن ولی میشناختن، بارها جلوی من راجع بهش صحبت کردن که با هم پارتی رفتن و خیلی خوبم اتفاقا همون میشناختن و تمام این مدت من بودم که این وسط داشتم یعنی بازی میخوردم. در رابطه با رابطه‌ای که اتفاقی که برای یعنی رابطه سرجیو و آیدا و پیکمیا و یاشار افتاد، من همیشه طرف حقم حتی اگه به ضرر خودم باشه و دروغ نمیگم. نظر شخصی خود بنده که به واسطه مشاهدات عینی در فکر من صورت گرفت، نظر من این هستش که پیکمیا کار اشتباهی کرد و خب بالاخره یاشار و آیدا در حال آشنایی بودن. حالا درسته که کاملا واضح بود که یاشار هیچ حسی به آیدا نداشت و انگار گذاشته بود آیدا رو تو آب نمک. آیدا هم آنچنان حسی بهش نداشت، انگار بیشتر به سجاد متمایل بود. اما همچنان پیکمیا خیلی پیکمی بازی در آورد که یهو رفت وسط رابطه این دوتا یه جورایی، یعنی میتونست حداقل یک روز دو روز یه تایمی فرصت بده که این دوتا شاید به هم برمیگشتن و من اصلا کارش رو تایید نمی‌کنم. بسیار پیکمی بازی در آورد، بسیار پیکمی هست، بسیار کارش اشتباه بود. در قبال خود من شخصا اشتباهات بسیار بزرگی انجام داد. کیمیا به من چند روز پیش دایرکت مسیج فرستاده، وایس فرستاده، بخواید براتون میذارم و نوشته که نه، وایس فرستاده که نازنین چرا به من میگی کفدار؟ تو خودت خوب میدونی تیم کفدارا کیان و چیان و من جزوشون نیستم، چرا به من گفتی و اینا؟ عزیزم من، شما اصلا کسی بشینه قسمت رو از بخش ورود شما تا همین قسمتی که امشب پخش شد ببینه کاملا میفهمه. شما هم رفتی خیلی سریع و راحت جوین دادی و پیوستی به تیم کفدارا. اصلا شما از لحظه ورودت به ویلا رفتی چسبیدی به چند تا پسر، یکیش هم جاوید بود و اون یکی هم یاشار بود. و اینکه اصلا نیا همچین وایسایی به من بده، وایستو میذارم خرابت میکنم، چون خودت میدونی چقدر من اونجا اذیت کردی. اگه چیزی بهت نگفتم به خاطر اینه که از من کوتاه‌تر و کوچیک‌تری و اصلا جایز نبود اون چلو دوربین بخوام خرابت کنم، دلم برات سوخت. و این از این. دوم اینکه در رابطه با رابطه سرژیو و آیدا، سرژیو خیلی واضح به نظر من خب بالاخره اونجا به یاسمن امید داد. خب یاسمن هم یه دختر بود مثل من، مثل شما، مثل همه دخترای دیگه. به یاسمن امید داد و یاسمن رو توی آب نمک خوابوند. خب و اینکه یاسمن خوابوند تو آب نمک و رفت با آیدا. چرا؟ چون من قبلش به یه سریا گفتم که آیدا و روژان و یلدا و جاوید با هم تیمن و مطمئنم که قبل با هم بستن و اون صحبتای اون روز من خیلی جاش کات میخوره که مثلا خود آیدا هم میاد و من اینو ازش میپرسم
میگم جاوید به من گفته تو میدونستی عقب قراره بیاد اینجا، این درسته؟ و آیدا میگه آره، و خیلی چیزای دیگه. خب که این تیکه تیکه ها کات خورده، چون اگه اینا پخش میشه خب کل برنامه اسپویل میشد، میدونی یه جوری. و خلاصه و اینطوری شد که سرجیو هم رفت با آیدا و یاسمن هم این وسط به جای اینکه بیاد مثلا از کسایی که ناراحت و ازشون ضربه و بازی خورده بره با اونا بحث کنه، یهو نمیدونم چی شد که با اونم بازی جاویدو خورد، چون جاوید پشت صحنه به یاسمن هم امید میداد، حتی یه دستبندی داشت جاوید. و من اینو بعد خروجم از برنامه یاسمن به من گفت، ولی یاسمن میگفتش که جاوید میره حتی پشت صحنه دستبندشو دست یاسمن میبنده. و من حتی اون تایم که با هم بودیم احساس میکردم که این دو نفر بیشتر، البته از سمت یاسمن نسبت به سمت جاوید، این دو نفر بیشتر البته از همونطوری که گفتم تکرار کنم از سمت یاسمن متمایل بود به سمت جاوید. و اینکه خب من موقعیت دیگه هم اونجا داشتم ولی دیگه ناامید شدم از کلا سیستم برنامه و محیط بسیار سمی و تاکسیکی که خود برنامه نداشت، اونو شرکت کننده ها برای من و برای همدیگه ایجاد میکردن. و این که دوباره مثلا چی دوست دارید بهتون بگم از گذشته جاوید بهتون بگم؟ من خواسته یا ناخواسته خبرایی بهم رسید و پرونده ایشونم باز شد و متوجه خیلی چیزا شدم و ایشون پرونده خیلی خرابی دارن. یعنی توی پروندهشون کلاهبرداری، ارعاب، تهدید با اسلحه اینا همه هستش و ایشون تپه نریده تو استانبول نداشته مثل اینکه. و اینکه یلدا هم اونطوری که من تئاترشو در آوردم توی کیش، اصلا توی دادگستری کیش پرونده داره به خاطر اغفال و پول گرفتن از مردای سنبالای زندار که مثلا میرفته فیلمشون رو میگرفته و تهدید به پخش فیلم میکرده تا از این آدم ها پول بگیره. یعنی کلا آدمایی که توی اون برنامه من متاسفانه باشون مواجه شدم آدمای واقعا عجیبی بودن، آدمایی که مثلا به خاطر 2000 پول هر کاری از دستشون برمیاد، چه برسه به اینکه بخوان توی یه برنامه باشن. مثلا خود یلدا رو میدید هر وقت که مثلا فینال میشد یه جوری گریه میکرد انگار مثلا بچه رو از مادرش جدا کردن یا مثلا دنیا داره به آخر میرسه. من خودم همین گریه ها رو میدیدم دیگه سعی نمیکردم برای موندن اونجا. یعنی میگفتم که آقا اینا شاید از من بیشتر نیاز دارن، اینا اصلا شاید عقده دیده شدن دارن، شاید اصلا زندگیشون به اینجا بسته است، شاید جا ندارن بیرون اینجا بمونن. من از اینجا میام بیرون برمیگردم ویلام تو قبرس، 3 ماشین دارم، خونمو دارم، دانشگاهمو دارم، دوستامو دارم، تیممو دارم. شاید این آدما واقعا انقدر بهش احتیاج دارن. همون یلدایی که میومد تو اتاق گریه میکرد میگفت من خرج داداش کوچیک‌ترمو میدم، تو رو خدا نذار من حذف شم فلان. و من با اینکه بر علیه هم دستیسه شده بود ولی خب همونطور که خودتون دیدید خیلی بیشتر میتونستم سعی کنم، نکردم چون نخواستم که بمونم. با اینکه با بی‌عدالتی و ناحقی حذف شدم و حقم بود بمونم و لیاقت دیده شدن رو داشتم و این چیزایی که خودشون به من گفتن از پشت صحنه و خیلی هم دوست داشتن من بمونم و حتی پشت صحنه من رو 1 هفته بعد حذفم توی هتل نگه داشت و میخواست منو برگردونه. 2 بار با من تماس گرفتن و گفتن که فکر میکنی داستان ناتمومی هنوز داری داخل ویلا و من بهشون جواب رد دادم و گفتم من نمیتونم برگردم اونجا و اصلا دیگه کانسپت برنامه رو دوست ندارم در این حد، چون احتیاج زیادی فکر میکنم به زمان ریکاوری داشتم. و به هر حال از تجربه‌ای که اونجا کسب کردم خوشحال و راضیم و خدا رو شکر میکنم. همونطوری که داخل برنامه هم موقع خداحافظی گفتم به خودشناسی رسیدم و اون برنامه هم میتونم بهتون بگم که یک مقیاس کوچک شده از جامعه خود ما ایرانی ها هستش. خب یعنی هر اتفاقی که توی جامعه ما میفته اونجا هم میفته، فقط اونجا مقیاس کوچکتری از جامعه ما هست.
اگر زن ستیزی داره اونجا اتفاق میفته، تو جامعه هم داره اتفاق میفته و در نطفه خفه میشه. خب من آدمی بودم که یه سری حقایق رو زودتر فهمیدم، اومدم بقیه رو آگاه کنم. یه سریا به نفعشون بود که با خودشونو به باور نکردن بزنن و برن با تیم مخالف هم جهت بشن و منو تخریب کنن. یه سری هم کلا تو باغ نبودن و فکر میکردم من تو باغ نیستم شاید و حرفای منو باور نکردن. ولی خب این دقیقاً اتفاقیه که میتونم بگم تو جامعه خودمونم میفته. کسی که اگه سعی میکنه بقیه رو آگاه کنه، سریع تو نطفه خفه میکنن. کسی که زیاد صحبت میکنه، واقعیت ها رو خیلی فریاد میزنه یا بقیه رو میخواد با خبر کنه، سعی میکنن سرکوبش کنن و تو نطفه خفش کنن و بهش اجازه ندن تا صدای خودش رو برسونه. این اتفاق توی اون مسابقه هم افتاد. زن ستیزی هایی که توی اون مسابقه میافتاد، پیش میومد، دقیقاً همون زن ستیزی هایی هست که ما ایرانی ها توی فرهنگ و جامعه خودمون برای همدیگه سر همدیگه داریم میاریم. ولی اونجا بیرون برنامه، بیرون مسابقه دوربین نیست که این لحظه ها رو ثبت کنه که بقیه ببینن و بیان انتقاد کنن. به قول معروف میگن مشت نمونه